چهارشنبه شما الکی روز جمعه کی مهمان میشود؟ ما الکی در پیو تشویقاتی خود گفتیم که کی میشود. امروز مهمان ما یک نفری هست که اگر همینجا صدایش رو در بیارد با فکرم که تمام پنجره ها به بیرون میپرند، تمام دیوارها خراب میشوند از این صدای قوی، از این صدای وسعتناک، از این صدای زیبا. مهمان ما اوران جان است، اوران کاظمی، نفری که من خودم دل داده، دل باخته هنر و صدا و ترانه هایش هستم. واقعا هم اوران خیر چی جای دیگر ستایش است، چون میگویند که با جای این همه ستایش ها اگر همون اوران خودش حرف بزند خوبتر است. اوران جان درود. سلام و درود خدمت شما. آرزوی نازنین من، برادر بزرگ من، یکی از هنرمندان بسیار بسیار خوب تاجیکستان که از سال تقریبا 2007 که من تاجیکستان اومدم تا امروز خدا رو شکر که با شما آشنا شدم و همچنین با دوستان تاجیک دیگر، هنرمندان بهترین. خیلی خوشحالم از اینکه امروز در کنار شما هستیم. واقعا سال 2007 وقتی که اوران به تاجیکستان آمد، در یکی از کاباره ها، در یکی از طربخانه های تاجیکستان ترانه سرایی میکرد و ما با زمره از ایجادکاران، با زمره از شخصان ایجادی به همین طربخانه رفتیم. یک خانم شاعر هم با من بود. خانم شاعر در کنار من می نشست وقتی که اوران ترانه میخوند. این شاعر خانم میگفت که نه ممکن نیست، ممکن نیست. میپرسم که چی ممکن نیست؟ میگفت که ممکن نیست اینقدر زیبا سراییدن، ممکن نیست. و گفتم چرا ممکن نیست؟ میگه که آخر همه رو مفتون میکند، همه رو جادو میکند. و واقعا هم این صدای هست که آدم رو میبرد به یک دنیای دیگر. یک صدای هست که انرژی دارد، یک جاذبه دارد، انسان رو میکشاند به سوی خود و انسان غیر اختیار میرود به دنبال این صدا، این صدای زیبا، صدای اوران. اوران جان میخوام که این صدا رو با شنونده های رادیوی آسیا پلاس معرفی بکنید، این صدا رو رونمایی بکنید. چشم حتما. اول از همه سلام، عرض ادب، ارادت و سر تعظیم فرود میارم پیش دوستان نازنینی که صدای ما رو میشنون از رادیو آسیا پلاس. امیدوارم که روز و روزگار بر وفق مراد باشد و تاج پادشاهی بر سر یکایکشان باشد و روزگار شیرین بگذرد بر همشان. زنده و سلامت باشن. سلام و درود. بله، سال 2007 من وارد تاجیکستان شدم در یک کلاب، یا بهتر بگیم در یک رستوران بسیار بسیار زیبا به نام موج نو. موج نو، دویت وال با اصطلاح روسی. بله، در رستوران موج نو ما مشغول به کار شدیم و بله همون روز اول، چون که در ایران من رشته و ساحه اپرا میخوندم، از من خواهش کردم برای معرفی آواز خودم اپرا بخونم. من هم همین کار رو کردم و از همون موقع خب به خاطر خواهش و طلباتی که رستوران داره، حالا دوستان خودشون بهتر میدونن، مجبور شدیم که ترانه‌های پاپ بخونیم. بله، ما اولین بار ترانه سلطان قلب‌ها و ترانه نفس نفس از استاد ابی رو من خوندم که بعد دل دوستان خوش آمد و گفتن که اوران جان باید تو بستی. اوران جان میتونیم زمزمه بکنیم اوران جان باید بمونی و نروی. و این حرف ما رو خداوند شنید. اوران چند سال است؟ 15 سال است که در تاجیکستان است. اوران جان فقط یک 2 متر از نزدیک میکروفون ما دور بروید که میکروفون از کار نبراید. مرحمت. یه دل میگه برم، یه دلم میگه نرم، طاقت نداره دلم بی تو چه کنم. پیش عشق زیبا خیلی کوچیکه دنیا با یاد تو هم هر جا ترکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی، دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی.
اکنون اگر از تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را. سرشارم از آرزو و تمنا، ای یار زیبا، ای یار زیبا. واو، براو 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 براو. زنده باشید. یک زنگ تلفنی. الو. الو، السلام علیکم. و علیکم بر سلام گل جهان، درود خواهرم. سلام علیکم به شما اکای آرزو، به آقای آران. سلام. خوش آمدن و یک سوال داشتم. بفرمایید. بفرمایید گل جهان جان. آقای آران جان، گل جهان راه رو است. این راههایی رو که ما کثیف میکنیم گل جهان تمیز میکنه. به 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 به، چقدر عالی، چقدر عالی، چقدر عالی. بفرمایید خانم گل جهان. که مهمان رادیو آزیا پلس شده آقا. زنده و یک باشید. سوال داشتم. بفرمایید. لطفا بگوید که بانوان تاجیک را چگونه میبینید؟ به شما پسند است؟ تشکر، خداوند نگهبان شما. چشم. تشکر گل جهان. متشکرم. خب بانوان تاجیک، بانوان فارس زبان یکی از تاجدارترین انسانهای روی زمینند. چه ایرانی، چه تاجیک، چه افغان و چه فارسی زبانی که با لهجه ها و گویش های مختلف در سطح جهان زندگی میکنن، در هر کجا که هستن، به فکر من باید به فارسی زبان بودن، به فارس بودن، یا که خارجیش میشد امپریا، بله. امپریای فارس، امارت فارس، باید آدم ببالد. من بسیار افتخار میکنم که در کنار دوستان تاجیک، در کنار دوستانی که فارسی حرف میزنن، کلمات شیرین و سخنهای ناب فارسی رو استفاده میبرن، زندگی میکنم و در اینجا نان و نمک میخورم، از اکسیژن و از هوای این تاجیکستان تنفس میکنم. برای من یک فخر بزرگ است و به فکر من یکی از تاجدارترین، پر افتخارترین، بیرق بردارترین زنان دنیا زنان فارسی زبان و زنان تاجیکستان هستند. سپاس. فکر میکنم که هم گل جهان و هم کل بانوانی که این زمان ما رو میشنوند شاد شدند از حرفهای بسیار مهرآلوده و بسیار شیرین آران جان. و اینجا توسط وایبر نورالله یک شنونده ما باز پیام فرستاده است، توسط وایبر مسیج کرده است. سلام علیکم، آرزوی دل و دیده و با آران سراینده ممتاز سلام گرم ما رو برسانید. میگه نورالله. سلام و درود نورالله نازنین من. فکر میکنم که ساعتهای ما با آران جان همزبان و همفرهنگ و خوشحال و جالب میگذارونیم. این ساعتها رو صدایتون خسته نباشد میگویند. تشکر زیاد، زنده باشین انشالله. خوب دوستانی عزیز، تلفن ما 44 6 107 107 است. از یاد نبرید 44 6 107 107. زنگ بزنید و به واسطه سوالهای خود را به آران جان انتقال بدهید. بپرسید زن دارد ندارد، چی روز و روزگار دارد، یعنی زندگیش چگونه است، چی سرگذشت های را عبور کرد، پشت سر کرد. ما سوال شما رو منتظریم. وایبر ما 88 4 0 107. کسانی که زنگ زده نمیتونند مرحمت با وایبر مسیج کنید، پیام بفرستید، سوال بگذارید. ما سوال های شما رو با آران جان پیشکش میکنیم. خاطر میکنم وایبر 88 4 0 107، تلفن ما 44 6 107 107. همچنین ما رو توسط یوتیوب حالا آنلاین تماشا میکنند در تمام دنیا و من درود خود رو، درود آران جان را به تمام بیننده هایی که توسط شبکه آزیا پلوس تیوی در یوتیوب ما رو میبینند میرسانم. آران جان ما رو بیشتر در قلمرو فدراسیون روسیه تاجیک ها تماشا میکنند و بیرون از فدراسیون روسیه در تمام کشورهای دنیا، هر آنجایی که فارس زبان ها هستند، حتی از ایران، ایرانی های اروپا، ایرانی های امریکا، افغان ها همه گوش میکنند. شما چی پیام دارید به ایشان؟ با فارسی زبان هایی که در وطن خودشون نیستن ها؟ آره. اولا که خسته نباشید. دست خداوند یار و یاورتون. برای چی؟ برای اینکه من میدونم در غریبی و غربت زندگی کردن چقدر دشوار است. حال که من در تاجیکستان و در کنار همزبانهای خودم زندگی میکنم، دوستان نازنین من، برادرهای عزیز من که در روسیه زندگی میکنن، اونجا همزبان ما نیستن و همه ما میدونیم که برای کار و برای مهنت به روسیه میرن.
در این غریبی و غربت به فکرم که یک سلام گرم و آتشین از وطنشان تاجیکستان به همه شیرمردان تاجیک در روسیه از ته دل، از صمیم قلب سلام بچه ها، خسته نباشید. سلام بچه ها، خسته نباشید، انرژی درایو داشته باشید و روی موج ما باشید همیشه. بعد چندی صحبت رو ادامه میدیم با اورنجان. Реклама.
عزیز، مهربانان من، رفیقان گرامی، اوران جان مهمانی ما است و اینجا خیلی سوال ها زیاد شدن. نمیدونم سوال های خودم رو پیشکش کنم اوران جان یا سوال های وایبری رو به شما پیشکش کنم. نمیدونم سوال ها خیلی زیاد شدن. اینجا از وایبر می نویسن سلام علیکم آرزو، روز جمعه مبارک شود. مهمان رو خوش آمدید میگویم. بگذار کجای باشند آوازشان خسته نباشد. امکان باشد یگان سرود با آواز زنده برای ما زمزمه بکنند. باقی سلامت باشید میگویم. البته. خب البته ما زمزمه میکنیم و من میخواستم راجع به یک ترانه حرف بزنم که اوران را در بین مردم تاجیکستان معرفی کرد و این ترانه رو دوست داشتن، صاحب این ترانه رو دوست داشتن، یعنی اوران جان رو. این ترانه شیرین است، شکلات. بله درسته. این ترانه چی قصه دارد؟ این ترانه یکی از ترانه‌های بسیار بسیار قدیمیه. شما میتوانید آنلاین نشر بشید مستقیم از اینستاگرامتون؟ نه؟ از رادیو آزیا پلوس بشنوند و فکر کنم بهتر، یا از یوتیوب تماشا کنند. باشه. بله این ترانه یکی از ترانه خیلی خیلی قدیمی، شاید اون زمانی که این ترانه نشر شده باشه من شاید اون موقع 10 سال داشتم. اینقدر قدیمی. یک ترانه که اگر من تنظیم و ارنج این ترانه رو برای شما بذارم اصلا باور نمی کنید که این ترانه این شکلی است. از یک خواننده خیلی قدیمی. این ترانه فراموش شد، تماما فراموش شد و سال 2018 من تصمیم گرفتم که یک بار دیگه جان دوباره ببخشیم به این دوباره زنده کردیم. بله. خیلی از کلمات این ترانه رو هم من عوض کردم. چرا؟ به خاطر که مدرن شدن ترانه. مثلا تو گل سرسبد هستی، واسه تو گل چی بیارم؟ هدیه ای لایق عشقت چه کنم اگه ندارم؟ بذار دوست داشتن چشمات بشه کار شب و روزم. بذار از عشقت بسوزم. تو خودت قند و نباتی، شکلاتی، مرملاتی، عسل یا که شیرینی که به دل اینجور میشینی. این ترانه رو ما جان دوباره بخشیدیم و تحت عنوان شکلات این ترانه رو ما نشر کردیم بار دیگر به خواهش دوستان و خدا رو شکر خیلی دوستان این ترانه رو دوست داشتن و از شنیدنش لذت بردن، تا حتی من از آلمان و از روسیه دوستانی که زادروز داشتن یا که جشن عروسی داشتن برای من راهی کردن ویدیوهاشون رو که با این ترانه رقص میکنن. حتی یک تیکه این ترانه رو میتونیم بسرویم؟ البته. تو گل سرسبد هستی، واسه تو گل چی بیارم؟ هدیه ای لایق عشقت چه کنم اگه ندارم؟ بذار دوست داشتن چشمات بشه کار شب و روزم. باشه اشکالی نداره، بذار از عشقت بسوزم. تو خودت قند و نباتی، شکلاتی، مرملاتی، عسل یا که شیرینی که به دل اینجور میشینی. براو. زنده باشی. براو. من دیگر حرف ندارم. زنده باشی. حرف اینجا دیگر لازم نیست. حرف. من با صدای آرام باور میکنم. زنده و سلامت. خب عزیزان دل، میخواهم این زمان اوران را سوار کنم روی بال نوستالژیا و ببرم به ایران. بچگی ها، جاده ها، خیابان ها، رفقا. کودکی شیرین ترین لحظات زندگی هر یک انسانه. بله میرویم به بال نوستالژیا به ایران. ما آماده ایم. رفتیم. از ترانه‌های قدیمی بخونم. راجع به کودکی ها حرف بزنیم. راجع به کودکی ها. خب من زاده و تولد شده ای شهر مشهد در ایران. دوران کودکی خب مشخص و معلوم هست. هر یک کودک بازی میکند و تفریح و شادی و دوران کودکی اساسا دوران پاکی هست. از کجاش من بگم برای شما آقای آرزو؟ ببخشید اوران جان، یک زنگ تلفنی است. الو. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вы меня простите, я не очень хорошо по-таджикски.
Дело в том, что я певца этого не знаю, но то, что я танцую, мне очень нравится его голос и вообще, как он поет, понимаете? Я очень часто под его музыку и песни всегда танцую, понимаете как? Спасибо вам Поэтому большое. я очень бы хотела бы его поздравить, что вот он к нам на Азия Плюс в гости пришел, да, и нашел время свое, и вообще пожелать ему всего самого наилучшего и вообще творческих успехов. Ну, в общем, вот как-то так. Ну, можете еще задать вопрос нашему гостю. А какой вопрос можно задать? Любой вопрос принимаем с вашей стороны. Ну, даже не знаю, какой вопрос. Или просьба спеть вам что-нибудь, фрагмент какой-нибудь песни. Да, пожалуйста, вот между прочим, вот это бы я не отказалась, понимаете, мне так нравится его голос, это вообще просто супер. Я сейчас спрошу, если он владеет русским языком или знает фрагмент какой-то песни на русском языке, я попрошу, чтобы он Не спел. обязательно, не надо на русском. Мне именно таджикском или на афганском, на каком угодно. Хорошо. Спасибо вам большое. Да, всего хорошего. Конечно, очень было бы приятно, чтобы он спел. Да, конечно. Я сейчас попрошу. Спасибо вам большое. Удачного вам дня. Приятного вам дня. Оранжон, این شنونده ما روس زبان است. زنی روس، یک خانم روس است. عاشق صدای شما. ترانه های شما رو میپرستد و دوست می‌دارد. میگوید که سپاس که به آزیا پلوس آمد اورانجان. ما ترانه های اوران رو میشنویم و زیر ریتمی ترانه های اوران گاهی رقص میکنیم. میگوید این خانم من روس. خوشحالم از اینکه بله. یک انسان، یک شخص با ترانه های من، با سخن من، با به قول معروف با همین شعر و موزیک من شادی و خرسندی میکنه. این برای من یک افتخار بزرگه. تشکر از این خانم بسیار بسیار مهربان که همینقدر، من فکر نمی کنم اینقدر آسون باشه که شما انتظار یک برنامه رادیویی باشید تا اون برنامه رادیویی شروع بشه شما تلفن کنید. این کار آسونی هم نیست. خیلی ممنونم. تشکر، به من انرژی دادید. ممنونم. اورانجان، دیدید که چقدر در تاجیکستان شما رو دوست می‌دارن، نه فقط تاجیک ها، روس ها، تمام قوم ملت هایی که در تاجیکستان هستن شما رو دوست می‌دارن. من هم بسیار، به خدا قسم، به خدا قسم. 15 سال است که در تاجیکستان هستید. یگون ترانه روسی رو اذیت کردید، از بر کردید یا نه؟ متاسفانه نه. یک تیکه هم نه به خدا. هیچ چیزی آخه اینقدر من با هنرمندان تاجیک، با هنرمندان فارسی اینقدر من مشغول بودم در این 14-15 سال. البته ترانه‌های روسی من گوش میکنم و همچنین گوش خواهم کرد در آینده، ولی اینطور که برای من اینقدر خاص باشن که من اذیت کنم متاسفانه نیست. زبان روسی دشوار است برای شما؟ دشوار نیست و برای هیچ کس هیچ زبان دشوار نیست. نکه راستش خودم تنبلی کردم. چون که شما شاید برای شما کمی دشوار باشه، چون که شما در محیط زبان روسی به بلوغ نرسیدید. به همین خاطر شاید برای شما دشوارتر باشه. ولی ما از خردی با دو زبان به وای میرسیم. با دو زبان بزرگ میشویم، یعنی زبان فارسی تاجیکی ما، زبان روسی برابر. برای ما آسان‌تر است. ولی میدونید اورانجان، یگون در حرف زدن هم یگون کلمات روسی رو بلد شدید؟ بله بله. چی بگوید؟ مثلا ازدرستی یا پروستا. خیلی خیلی با یک زنگ تلفنی دیگر است. الو، این مخلصان شما در زنگ میزنند. الو. سلام علیکم. و علیکم بر سلام. خب تشکر. مهمان شما دادتون. سلامت باشین برادر عزیز من. زنده باشید. کامران از فیض‌آباد. از فیض‌آباد. کامران جان، بفرمایید. چی می‌خواستید؟ سوالی داشتید؟ یک درخواست رو مکه جان. بفرمایید. می‌خوام که برای ما نابینایان چون مصرع شعر عاشقی می‌خوندن به حد تشکر به شما. نابینا عاشقی و دوست می‌دید. تشکر به شما. حتما. چرا نابینا؟ این کلمه رو من اگر به جای وزیر فرهنگ بودم این کلمه رو من عوض میکردم. از بین میبردید؟ از بین میبردم. نابینا چیست؟ بجای نابینا باید بگیم روشندل. بله، روشندل. روشندل نازنین از فیض‌آباد گفتن. بله.
زنده و سلامت باشین برادر عزیز و من. این حتماً. روشندلی نازنین از فیض‌آباد و اون خانومی بسیار حتماً. قشنگ و شیرین زبانی روس درخواست کردن که یک چیزی که برایشان بسرایید. اگر یک پارچه زمزمه بکنید خیلی خوشحال میشویم. حتما ترانه نمیدونم، ترانه های شیرین و ترانه های زیبا بسیارن. کدوم ترانه رو من بخونم براشون از ترانه های هر چیزی که دلتون میخواهد، هر چیزی که میخواید الان همین حالا از ترانه های خودم باید بخونم براشون که یک ترانه من هست میگه با تو این مرد خوشبخته. باشه یک تکش رو و این ترانه رو باید پورا نشر میکنیم کاملا. با تو این مرد خوشبخته رو فکر کنم که شما گذاشتید. چه کاری با دلم کردی که بی تو بودنم درده، نباشی حس آرامش به قلبم بر نمیگرده. مثل اون باد دیوونه که گم میشه توی موهات، بذار سهم من از دنیا بشه یک گوشه از دنیات. ببین تعریف تنهایی شده یک لحظه بی تو، از این خاکی ترک خورده نگیر آغوش ابری تو. اگه حتی حضور تو فقط اندازه رؤیاست، واسم تعبیر این رویا همه زیبایی دنیاست. تو هستی روبروی من، یه دنیا پشتم انگار. تو خورشید جهانم شو، منو به سایه ها نسپار. کنارم باش تا مقصد که بیراه نفس گیره، که بی تو جرأت پرواز تو دست باد میمیره. این ترانه رو از ترانه های خودم تقریبا این ترانه 5 سال پیش نشر شد، اما متاسفانه شعرش مال کیست؟ این شعر از سایه سرشار. سایه، احسن به سایه، خانومی سایه، درود و سپاس برای این متن زیبا. و یک تیکش رو اگر زمزمه بکنید با میلودیش. بله حتما. چه کاری با دلم کردی که بی تو بودنم درده، نباشی حس آرامش به قلبم بر نمیگرده. مثل اون باد دیوونه که گم میشه توی موهات، بذار سهم من از دنیا بشه یه گوشه از دنیات. ببین تعریف تنهایی شده یک لحظه بی تو، از این خاک ترک خورده نگیر آغوش ابری تو. اگه حتی حضور تو فقط اندازه رؤیاست، واسم تعبیر این رؤیا همه زیبایی دنیاست. براو. بعد از رکلام صحبت رو ادامه میدیم. دوستانی عزیز با رادیو ازیا پلیوس بمانید.
اوران جان، شنیدم که ازدواج کردید، زن گرفتید. بله بله کنجکاو شدم، میخوام بدونم که چی طور و چگونه خانم رو انتخاب کردید، خانمی همسفر حیاتتون رو انتخاب کردید. بله من تقریبا گفتم دیگه تقریبا 15 سال 14-15 سال هست که در تاجیکستان زندگی میکنم. متاسفانه خب ایران که بودم یک ازدواج ناموفق داشتیم در ایران؟ بله، و خدا رو شکر که خیلی زود هم جدا شدیم الحمدلله. اما الان هم اکنون الحمدلله هزاران بار خدا رو سپاس، بعد از 14 سال در تاجیکستان زندگی کردن، تقریبا 2 سال یا 3 سال پیش بله من آشنا شدم با خانومم و یکی از شیرزنان تاجیکستان رو من به زنی گرفتم. و یعنی تاجیکستانی از زنی شما؟ بله همسر بله شما بله تاجیک بله است؟ البته البته عجیب. یکی از شیرزنان تاجیکستان، من افتخار میکنم که یکی از شیرزنان تاجیکستان، یکی از بانوان بهترین تاجیکستان خانم و زن و تاج سر بنده است الحمدلله. اوران شما ارزنده اید، ارزنده هستید، با بخت و تخت و با اقبال و سعادت ارزنده هستید. و اوران فرزنددار نشدید تا هنوز؟ انشالله، حالی خبرهای خوش در آینده من بسیار دارم، منتظریم انشالله. خیلی خوب. اگر انتخاب را پیش شما بگذارند، میخواهید که دختر داشته باشد یا پسر؟ راست دیگه معمولا مردهای ایرانی دختر دوست دارن خیلی زیاد، ولی پسر هم تاج برداری پدر میشد. فرق نداره اگر سالم و سلامت و صحتمند تولد شود، چه دختر باشد چه بچه چه پسر باشد، تاج سری من و مادرش میشد. اوران، بیایید یک لحظه تصور بکنیم که در دنیا سرود و موسیقی نیست، این دنیا چه دنیایی خواهد بود؟ من خیلی درباره این مطلب فکر کردم. دنیایی که در آن موسیقی نباشد یک دنیای ماشینی هست، یعنی همه ربات میشن، دنیای مکانیکی. دنیای مکانیک. شما فکر کنید یک ربات نه سخن میگه، نه حسیات دارد، نه حسیات، نه احساسات دارد، نه هیچ. موسیقی اگر در دنیا نباشد، از نظر روح، از نظر روان، از نظر مهر و عاطفه انسان تشنه میموند. و انسانی که از این نظرها تشنه بماند، با فکر من با ربات هیچ فرق نداره. عشق و موسیقی رابطهشون چگونه است از نگاه شما؟ عشق و موسیقی هر دو غذا و خوراک روح روان هست. اگر یک جان باشد دیگر تن است. بله دقیقاً. عشق و موسیقی هر دو تغذیه و غذا و گفت گپ ها که هر دو خوراک هستن برای روح، بله. روان و مهر و محبت و زندگی، طبیعت. حتی آواز یک بلبل هم برای ما موسیقی حساب میشه. اگر شما فکر کنید که به هیچ عنوان هیچ چیز شما نشنوید. اوران جان، وقتی که می اومدیم با استودیوی رادیوی آزیا پلوس، یک قصه زیبایی کردید راجع به اون دکتر. بله راجع به شما گفتید که یک مصرع، یک سخن از همون ترانه‌های شیرینی که خودتون می‌نویسید برای من زمزمه کردید. من گفتم که ای کاش، البته میبخشید من جسارت کردم، 1000 بار بخشش، گفتم که آقای آرزو کاش که این کلمه رو عوض کنید. آره یادم است. آره گفتم بجای رسیدن بنویسید نشستن. گفتید برای چی اوران جان؟ گفتم آخه در عشق رسیدن نیست. بله. اگر رسیدن باشد نامش عشق، یعنی همیشه در تکاپو و تلاش باشی برای رسیدن. بله. اگر رسیدی کار تمام. آره عشق تمام. و بعد گفتم یک دکتر بسیار بسیار خوب بود در ایران از دوستان نزدیک من، من نمیدونم نام کتابش چی میشد، بعد دیوانه خانه رفتن. دیوانه خانه میگویم؟ برای دیوانه خانه رفتن و برای من نقل کردن که در آنجا چه حادثه شد. گفتن آران جان نبودی، اینقدر خندیدیم که جایت خالی کردیم. گفتم چی شد دکتر؟ گفتن ما دیوانه خانه رفتیم، کابینت یکم باز کردیم، یک کس با علم فراوان با 2 دیده اشک میریخت و فریاد میزد مریم
مریم. من پرسیدم که این چرا این گونه است؟ گفتن که این یک دختر را 25 سال دوست می داشت و به اون نرسید، نام اون دختر مریم. از عشق اون دیوانه شد، سوخت و مریض شد و دیوانه شد و اینجا بعد بستری شد. کابینت دوم در آمده است. یک کس با حالت عصبانی، بسیار بسیار عصبانی، خشمگین فریاد میزد مریم مریم. دکتر پرسید است این چی درد دارد؟ گفتن دکتر جان راستی گپ همون مریم که گفتیم کو اون مرد بهش نرسید. بله این رسید. این به اون مریم رسید، با اون مریم زندگی کرد و اون مریم این آدم رو دیوانه کرد. برای همین اگر برسی آقای آرزو جان دیگر نامش عشق نیست، نامش رسیدن است. این فکر من هست درباره عشق. البته همه عشق‌ها این گونه نیستن. من یک عاشق و معشوق میشناسم در زندگیم که عاشق از معشوق جدا شده است، نه که معشوق حالی هم در غم‌های او می‌سوزد. بله و امان از اون مریم های سودا برانگیز و شور برانگیز. امان امان. نگو و این گونه مریم های شور برانگیز یکی بوده در حیات شما؟ یک تاش بود بله متاسفانه. ولی این عشقی که حاضر با زن خودم، با بانوی زندگی خودم دارم، من این عشق را با میلیارد دلار یورو داده عوض نمی کنم، برای که جان و جیگر و نفس و همه زندگی و دار و نداری ما هست. برای اون که عشق را وصف میکند برای اوران این کفکوبی ها صدا دادن. اوران جان اینجا باز هم میخواهند که چیزی بخونید به ایست. از تمام گوشه و کنار دنیا مخلصان رادیوی از پلوس می نویسند که اوران چیزی بخوند کیف کنید. اگر اجازت باشد آقای آرزو، من برای دوستان خودم شعر بچه‌های تاجیک که در غریبی هستن من یک سرود زمزمه کنم. من مرد تنهای شبم. من مرد تنهای شبم. این ترانه را قریب که همه مهاجران میدونند. بله. و اوران این ترانه را میبخشد به شعر بچه های تاجیک که بیرون از قلمرو کشور در هجرت قرار دارند. بشنوید کیف کنید. من مرد تنهای شبم، مهر خموشی بر لبم، تنها و غمگین رفتم، دل از همه گسستم. تنها غمگین و رسوا، تنها و بی فردا منم. تنها غمگین و رسوا، تنها و بی فردا منم. من مرد تنهای شبم، مهر خموشی بر لبم. من مرد تنهای شبم، 100 قصه مانده بر لبم. از شهر تو من رفتم، کوله بارم را بستم. بی فکر فردا با خود و تنها، آبر این شبها منم. بی فکر فردا با خود و تنها، آبر این شبها منم. من مرد تنهای شبم، 100 قصه مانده بر لبم. این هم پیشکش و تقدیم به همه شیر بچه های تاجیک در روسیه با عشق. الو و علیکم بر سلام، بفرمایید. تشکر، سپاس. بلندتر حرف بزنید. سانت پترزبورگ زمانید میکنم. از سانت پترزبورگ خوش آمدید. این ترانه رو اوران جان بخشید به شما بچه ها. میخواستم آقای اوران. الو. بله حرف بزنید، گوش میکنیم شما رو. میخواستم از آقای اوران سرود خوشامد و بعدا میخواست
بودی ابوی دیلم از شکلات معمول به زمزمه کردن. ایوای دیلم و شکلات رو زمزمه بکنند. بسیار خوب بسیار خوب. حتما، حالا حتما. ساعت دوم برنامه نش میگردند. ما سپاس میگیم از شهر سنت پترزبورگ و ما تلفن کردند بچه‌ها و همه بچه‌هایی که در سنت پترزبورگ و دیگر شهرهای فدراسیون روسیه هستند. یک بار دیگر سلام خودم و سلام اورنجان را میرسونم. مواظب خودتان باشید. برای کار به شما تمنا میکنیم. بعد چند باز صحبت رو با اورنجان ادامه میدیم. این ترانه‌ای که صدا داد من مرد تنهای شبم، این ترانه هدیه بود از جانب اورنجان با همه مهاجران، با همه بچه‌هایی که در غربت هستند، در غریبی اند. بله.
اوران جان خسته نشدید؟ نه چرا خسته؟ زیرا برخی از سراینده هایی که امروز ها میخوانند اگر دو ترانه پای هم میخوانند خسته میشن، ولی شما ساعت ها میخوانید. من میبینم در رستوران موج 9 ساعت ها میخوانید. از ساعت 8 شب تا ساعت 3 سحر باز این موزیک ها همه زنده میخونم، همه یکون فنگرام یا پلوس یا مینوس هیچی نیست، تماما. و صدای شما فوق العاده است. حالا یک ترانه خواندید که از پایان گرفتید و باز یک اکتاوی دیگر بالا رفتید. بله من مرد تنهایی شبم. بله من مرد تنهایی شبم. استیل این ترانه همینطور است. بله. همینطور است. اول من مرد تنهای شبم و باز فریاد من مرد تن. بله. چند اکتاو بالا می روید؟ یک اکتاو کامل. نه غیر از این ترانه اصلا. اصلا 1.5 اکتاو می شود که میتونم که از همون یکم نوت گرفتم. یک اکتاو این پایان است. من مرد تنهای شبم. این اکتاو پایان. نه این اکتاو منفی 1 میشد. از نرمال یک تا پایان. از نرمال یک تا پایان. بله. یک تا پایان میگیرید، نرمال میگیرید و باز بالا میگیرید. نرمال این میشد من مرد تنهای شبم. باز بالا. من مرد تنهای شبم. 2 اکتاو شد. من مرد تنهای شبم. واو 3 اکتاو. 3 اکتاو. بله. برای 3 اکتاو ما باید کفکوبی بکنیم. سلام. بله. صدای نادر. اینجا مهیا زنگ زد به ما. مهیا. بله. یک خواهر نازنین ما شنونده رادیو آزیا پلوس. مهیا گفت که برای خانم های تاجیک اوران جان یک ترانه رو زمزمه بکند در شکل یک هدیه، یک تحفه. بله حتما. باز هم یک ترانه بسیار بسیار قدیمی فارسی هست که از تقریبا 40 سال پیش. 40 سال پیش. این حقیقتا آقای آرزو، حقیقتا ترانه هایی که در 30-40 سال پیش خوانده شدن مثل کمرباریک، مثل انار، حقیقتا اینها ترانه های ماندگار هستند. این زمان 40 سال پیش زمانی بود که موسیقی پاپ روز در ایران رشد کرد. بله. و یک ترانه از همین ترانه قدیمی من ارنجمنت یا همون ارنجروف تازه و حاضر زمانوی الکی آماده شده است و تا 1-2 هفته یا 3 هفته دیگه انشالله از همین آزیا پلوس نشر خواهد شد تحت نام موشرابی. این ترانه بخشیده به همه شعر دختران و شعر زنان فارس زبان این پیشکش خواهد شد با خانم های عزیز فارس زبان، تاجیک ها، افغان ها، ایرانی ها. البته میگه خوشگل موشرابی دوست دارم حسابی، نگو که شراب نداری خودت شراب بنابی. خوشگل موشرابی دوست دارم حسابی، نگو که شراب نداری خودت شراب بنابی. با رنگ موهات دل میبری دسته به دسته، یک شهری همه مست و خرابن دیگه بسه. موهاتو شرابی کردی و نگفتی آخر، چشمای تو خودش قند 3-4 میخونه مسته. خوشگل موشرابی دوست دارم حسابی، نگو که شراب نداری خودت شراب بنابی. خوشگل موشرابی دوست دارم حسابی، نگو که شراب نداری خودت شراب بنابی. بله این هم بخشیده به همه شعر زنان فارس زبان در هر کجای دنیا که هستن. انشالله تا 2 هفته دیگر آماده میشد. من خودم شخصا به دست شما میرسانم آقای آرزو. منتظر میمونیم شنونده های عزیز. پخش اختصاصی و ویژه از رادیو آزیا پلوس، پخش خاص و نخستین پخش از رادیو آزیا پلوس می شود. خوشگلی و شرابی. خوشگلی موشرابی. منتظر میمونیم. این صدای دلانگیز رو منتظر میمونیم و مطمئنم که اولین بار این در رادیو آزیا پلوس نشر میشد با صدای زیبای اوران جان. این ترانه رو جانی دوباره میبخشد اوران و ترانه های خوب، ترانه های بسیار زیبا زیادند اصلا و آنها رو ما به فراموشخانه ذهن منجا کرده ایم. خوش به حال آن سراینده که این ترانه ها رو از فراموشخانه ذهن میبره دوباره جانی دوباره میبخشد و تقدیم میسازد به شنونده ها، به علاقمندان سرود ترانه. خب اوران جان، امروز ها چگونه برنامه روزمره دارید؟ روزی شما چگونه شروع می شود و چگونه روزتان به انجام می رسد؟
و شما رو از کدام طربخانه یا کاباره پیدا بکنن دوستداران هنرتون؟ بله، من تقریبا 14 سال هست یافتن و دسترسی به آرن کاظمی اینقدر سخت و دشوار نیست. بله، من هر روز هفته در همون رستوران و نایت کلوبی موج 9 بله. دیویاتی وال با اصطلاح روسی دیویاتی وال در شهر دوشنبه طربخانه دیویاتی وال یکی از نامدارترین طربخانه های هست که آنجا همگان میروند فراغت میکنند. بله، یعنی نقطه تفریح. بله، من همیشه از ساعت 9 شب اونجا هستم تا ساعت های 12 یا 1 و البته به غیر از روزهای دوشنبه که روزهای تعطیل و استراحت من هست. بقیه ایام روز هم خب یا که به دنبال ترانه، به دنبال موسیقی و به دنبال گفتی گپ ها که ارنجروف یا ترانه ایجادی نو در استودیوها در اینا پیش شما. بله، و مطمئنم که یگان کاری مشترک با هم میکنیم اورنجان. حتما یک کار مشترک. پیش از همین برنامه برای من 2 ترانه شما زمزمه کردید. یکی از اون 2 ترانه بسیار به من خوش آمد. انشالله اون ترانه رو با هم کار خواهیم کرد. تا 1 یا 1.5 ماه آینده دوستان میتونن که آواز آرن با سخن و کلام دلنشین آقای آرزو حتما میتونن گوش کنن. یک سورپرایز میکنیم برای علاقمندان صدای اورنجان. و من اینجا سر زدم با اکانت اینستاگرام اورنجان با حروف لاتینی آرن کاظمی نوشته شده است. و مرحمت شما هم میتونید سر بزنید آرن کاظمی. آرن کاظمی با حروف لاتینی شما میتونید پیدا کنید. 16006 فالوور یعنی علاقمند دارد. دوستداران هنرش اینجا هستند، هم ایرانی ها هم تاجیک ها. شما هم میتوانید سر بزنید بدروید در صفحه‌اش اورنجان تیکه ها رو از برآمدهایش گذاشته است. فرگمنت برآمدهایش در اینجا نشر شدند، عکس هایش هست. و البته شما میتوانید رابطه پیدا کنید با اورن کاظمی توسط همین صفحه‌اش. با اینستاگرام سر بزنید و فالوور شوید در صفحه اورنجان. اورن وقتی خود رو در اینستاگرام زیاد میگذرانید یا چی طور؟ نه، اتفاقا شما شاید باور نکنید آقای آرزو، من بعضی وقتا یک خیل چیزها دارد اینستاگرام که من هنوز نمیفهمم. از خانومم میپرسم، میگم عزیزم این چی است؟ این چی بود؟ این وقتی که میدرم اورنجو ببخشید. الو جونم بفرمایید. کامران جان درود، خوش آمدید. تشکر اکای اوران جان. لبای سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشید کامران نازنین. اکا جانی ما. جان من. شما داریم اهل و خواهش کردن که با طور زنده یک غزم تویونه کم ترکم باشد. تویونه امشب پر و بال دارم، شور دارم، حال دارم. امشب تو این سینه دلی خوشم بر احوال دارم. امشب میخوام مست بشم، عاشق یک دست بشم، بدون تو نیست بودم. امشب میخوام هست بشم. اینم پیشکش شما کامران جان نازنین. اکا جانی من تشکر زیاد. تاج سر من هستین شما. زنده باشه. سپاس کامران جان، سپاس، تشکر. این خبر صدای زیبا. زنده باشم. بدون تو نیست بودم، امشب میخوام هست بشم. و واقعا هم عشق ما رو هست میکند و نیست میکند، میکشد و زنده میکند. در آتش عشق سوختن این واقعا هم آتش هست که حتی سوختن رو احساس نمیکنی. یعنی مرگ زیبا، مرگ عاشقانه است. و بگذار که این مرگ دامنگیری ما و شما نشود، عشقی باشد که ما رو زنده بکند، از خاکسترمان دوباره زنده بشویم. این عشق چنین قدرت را دارد. سرخط خبرها در
اوران جان یک زنگ تلفنی است. الو، سلام میگویم بر شما. الو، درود بر شما. مالی تشکر. من بختیار هستم. خوش آمدید بختیار جان. من یک خواهش داشتم. بفرمایید. از برادر عزیز خواهش دارم که برای ما یگان سرود آرام بی‌سرایت تشکر. تشکر، سلامت باشید. یگان سرودی آرام، سرودی که مثلا ریتمی شوخ نداشته باشد. سرودی آرام. یک سرودی که اران افشار میخواند. چگونه بود؟ الهی مگر ای ماه الهی مگر، چگونه بود همون ترانه؟ اون ترانه آرون افشار بسیار زیبا هست، اما یک ترانه بسیار عاشقانه و زیبا هست که من این روزها بسیار این ترانه رو زمزمه میکنم. میخوام اون ترانه، نام ترانه هست کنار تو فقط آروم میشم. کنار تو فقط آروم میشم، پر از دل شورم هر جای دیگه. تو تقدیر منی بی لحظه ای شک، چشات اینو بهم هر لحظه میگه. تو میخندی پر از لبخند میشم، تمام زندگیم خوش رنگ میشه. صدای پای تو خونه هر روز واسه من بهترین آهنگ میشه. تو که باشی همه دنیام شبیه آرزوم میشه. روزای سرد تنهایی تو که باشی تموم میشه. چقدر خوشبختی نزدیکه کنار من که راه میری. از این دنیا رها میشم تو که دستامو میگیری. تو که خوشحال باشی خوبم، دیگه از زندگی چیزی نمیخوام. حالا که دست تو دستامه چه فرقی میکنه کجای دنیام. با عشق تو همه دنیا به چشمم پر از تصویرهای خوب و شاده. به شوق بودنت حالا خدا هم به من یه قلب عاشق هدیه داده. کنار تو فقط آروم میشم. براو، من نمیدونم چی بگم. موی بدنم سیخ شد، موی دستهایم سیخ شد و واقعا این صدای هست که جادو میکند انسان رو. این جاذبه صدا رو من نمیدونم، این قدرت الهی است، قدرت خدا است و واقعا هم نمیشود که اگر مدرسه رو ختم بکنی و آواز خوان بشوی. دقیقاً نمیشود، باید تولد بشوی. این هنری ازلی است، از خداست و با این هنر، با این صدا تولد می شوند و هیچ یک مدرسه یا نمیدونم اینستیتوت نمی تواند که صدا رو بیارد و در حنجره جا بکند. نمی شود. آنچنانی که مثلا مصوران و دیگران. اوران یک سوال آخرین رو میخوام پیشکش کنم. باره کوشش کرده اید که بدون سرود و موسیقی زندگی بکنید و چند مدت شما توانستید بدون موسیقی زندگی بکنید؟ اگر در حیات شما چنین یک زمان، چنین یک دوران فرا رسیده باشد، بگویید راجع به این. بله، من هیچ وقت بدون موسیقی زندگی نکردم و نمی کنم، چون اگر بدون موسیقی من بخوام زندگی کنم اون روزی مرگ من خواهد بود. ولی یک بار من خیلی 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 زیاد عذاب کشیدم. اون هم وقتی بود که پدری من وفات کردن
و من خدا خیلی بیامرزه. خیلی خیلی زیاد از زیاد خیلی زیادتر زیاد من به پدرم وابسته بودم و پدرم رو دوست داشتم. زمانی که پدرم وفات کردن من احساس کردم که دنیا تمام شد. من تقریبا 7 روز، 1 هفته کامل من در شوک بودم، با هیچ کس سخن نمی گفتم و تا 1.5 ماه پس از وفات پدرم من نه ترانه گوش کردم، نه ترانه گفتم، نه سخنی گفتم، نه هیچ. زندگی من 1.5 ماه سکوت بود، سکوتی محض. و بعد از 1.5 ماه کسانی که درگیر اطراف من بودن دقیقاً از چهره من فهمیدن که من با یک آدم مرده هیچ فرق ندارم. بله این خاطره تلخ بود، ولی من گفتنی هستم که هیچ انسان بی موسیقی زندگی کردن نمیتوند، مخصوصاً اگر آن انسان هنرمند باشد. بله. جایگاه پدری ارجمند و عزیز شما فردوسی برین باشد انشاءالله. تشکر. و سپاس به آن مرد، سپاس به آن پدری که چنین یک استعداد را در سایه مهر و نوازشش، لطفش تربیت کرد و این پسر زیبای پدر، پسر نازدانه پدر، پسر عزیز پدر امروز ادامه دهنده نام پدر است. یعنی امروز این پسر از پدر با افتخار حرف میزند و محض شاید همون هدایت، دعا و آیت سبز پدر بود که شما امروز به این مسند و به این مرتبه رسیدید. البته بله. و من تشکر میگم به شما که آمدید دوران جان. زنده باشید. و مطمئنم که این آمدن آخرین شما نیست، دیگر از این به بعد زود میاد برای جایزه پلوس. حتما چرا نه حتما. و جمشید اینجا یک پیام فرستاده است. جمشید نوشته است کیف کردم. زنده باشید، سلامت باشید جمشید جان نازنین. تشکر میگم با شما. برنامه رو اینجا به انجام میرسانیم. فکر میکنم که نه تنها جمشید بلکه هممون طول این 2 ساعت با صدای دلانگیز اورنجان، با صدای روح بخش، با صدای بسیار هم ملکوتی اورنجان هممون طول این ساعت ها جمعه من رو ساختیم. اگر بگیم که امروز جمعه ما رو اوران ساخت اشتباه نمیکنیم. شما جمعه ما رو ساختید و همه ما کیف کردیم. خیلی متشکرم. صحتمند باشید. خداحافظی میکنیم. خیر. خدا نگهدارتون باشه.